سلام دوستان، این اولین ویدیو ما هستش. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک هم فراموش نشه. اول روی نمایشگاه خودرو میزنید، بعد ماشین خودتون رو انتخاب میکنید. بعدش میرید اون ماشینی که مد نظرتونه رو انتخاب میکنید. مثلا من 405 رو انتخاب میکنم. بعدش با 2 تا انگشت روی 405 و گزینه انتخاب کلیک میکنم همزمان. 1 2 3. اگه هم نشد دوباره میزنید روی نمایشگاه خودرو و دوباره میزنید و امتحان کنید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار.